ایرانی این ساعت مرضیه ترانه یک دل و صد آرزو رو در مایه شوشتری می‌خواند. سازنده آهنگ منوچهر لشکری، شعر ترانه از شاه زیدی.
دیدم از دور برافروخته سیمای تو را، دیدم از دور برافروخته سیمای تو را، خواندم از نرگس بیمار تو غمهای تو را.
من که هرگز نگشوده به کسی چشم یاد، دارم امروز به جان تو تمنای تو من که هرگز نگشوده به کسی چشم یاد، دارم امروز به جان تو تمنای تو را. به خدا میکشدم حسرت این غم که چون شب نکنم گرم چرا خلوت شبهای تو را. گردش چشم سیاه مست تو سرمستم که
گردش چشم سیاه مست تو سرمستم کرد به جهانی ندم به جهانی ندم مستی صحبای تو را در دلم مهر کسی خانه نکرده است بیا در دلم مهر کسی خانه نکرده است بیا نگه داشتم جای تو را سر به بالین نگذارم من شوریده مگر تکیهگاه سر شوریده کنم های تو را همه سرگرمه تماشای بهارند و کمال نفروشم به گل و لاله تماشای تو را
چه خبر دارد از دلم، از من و از کار مشکلم، دیگر چرا عشق سوزان پنهان بدارم ز جانان، دیگر چرا عشق سوزان پنهان بدارم ز جانان. چه خبر دار